قبل از هر چیز با همدیگه رو راست باشیم. این ویدیو به دردت میخوره اصلاً یا نداری وقتت رو تلف میکنی؟ اگر به رشد شخصی علاقه‌مندی، اگر روتینت رو شروع کردی و زندگی با دیسیپلینت رو استارت زدی یا به دنبال این هستی که این کار رو انجام بدی یا وسطای راهی یا خسته شدی از روتینت، این کانال یا این ویدیو حسابی به کارت میاد. اما اگه نه، بهتر از همین الان ردش کنی تا وقتت رو نگیره. زندگی با دیسیپلین من از 3 سال پیش شروع شد. 3 سال و نیم پیش. وقتی تو این اینستاگرام میچرخیدم، آدمای موفق زیادی رو دیدم که حسابی وسوسم میکردن زندگی مثل اونا با کیفیت باشه. با دیسیپلین باشه، با نظم باشه، پر از استقلال مالی و ثروت باشه. از همه نظر کامل به نظر میرسیدن. تصمیم گرفتم که به زندگیم یه رنگ و بوی دیگه بدم. اما مثل اینکه حسابی زیاده روی کردم. اولین تصمیمم هم این بود. بهتره به استقلال مالی برسم. استقلال مالی داشتن برام خیلی اهمیت داشت. چون واقعا دلم میخواست یه دختر مستقل باشم. دستم تو جیب خودم بره. این بود که یوتیوب رو شروع کردم. اولین کانال رو زدم. یعنی چندین کانال قبلش زدم که به موفقیت نرسید و با شکست روبرو شد. حدود 6 ماه یا حتی بیشتر دچار سردرگمی بودم. از این کانال به اون کانال، از این موضوع به اون موضوع، تا اینکه خلاصه اولین کانالم بدون چهره و صدای خودم به درآمد رسید. لذت بخش بود. درآمدش هم خوب بود. این شد که دومین کانال و سومین کانال رو هم زدم. البته اونا هم با چالش‌های روبرو بودن. ولی بالاخره موفق شدم. من به استقلال مالی رسیدم. حدود 2 سال بعد از اینکه تصمیمم رو به صورت جدی گرفته بودم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. خیلی عالی و منظم. من یه روتین کامل داشتم. صبح که از خواب بیدار می شدم ورزش می کردم. به کارام می رسیدم. مهارت‌هایی یاد می گرفتم که کانالام رو بهتر بکنم. همچنین زبان می خوندم. کتاب می خوندم. و حسابی روی خودم و شخصیتم کار می کردم. روز بعدش هم همینطور. صبح که از خواب بیدار می شدم ورزش می کردم. کارام رو انجام می دادم. مهارت‌هایی یاد می گرفتم که کانالم رو بهتر کنه. زبان می خوندم. کتاب می خوندم. و روز بعدش. تا اینکه حدود 3 سال گذشت. 6 ماه پیش حدوداً. وقتی به خودم و روتینم داشتم نگاه می کردم، دیدم تبدیل به یک ربات کامل شدم. یه ربات وحشتناک. اگه یکی از کارهای روزانم رو انجام نمی دادم، شب عذاب وجدان می گرفتم. وحشتناک بود. اونایی که روتین دارن می دونن چی میگم. اصلا تفریح و این چیزا رو که فراموش کنید. رابطم با دوستامم قطع شده بود. دیگه باشون ارتباطی نداشتم. البته خیلی هم از این موضوع پشیمون نیستم. درسته خیلی تنها شدم. ولی کمتر حرف همدیگر رو میفهمیدیم. اونا هم دیگه دور من خط کشیده بودن. فقط 1-2 تا دوست برام مونده که اونم بیشتر تلفنی با هم دیگه ارتباط داریم. حسابی زندگی اجتماعیم نابود شد. تصمیم گرفتم دوستای جدید پیدا کنم. اما متاسفانه اونم جواب نمیده. چون اصلاً انرژی و حوصله ارتباط گرفتن با آدمای جدید رو ندارم. یعنی اصلاً یادم رفته چطور میتونم با آدمهای جدید ارتباط برقرار کنم. حدود 3 ساله که من توی خونه با روتین خودم بودم. بیرون رفتن اصلا برام یه مقاومت خاصی ایجاد کرده بود. و این گونه بود که من تبدیل شدم به یک ربات کامل که هیچ کاری در طول روز انجام نمیده به جز روتینش، برنامش، چیزهایی که از شب قبل، از هفته قبل یا از ماه قبل یا از همون شروع برنامه ریزی کرده. دوستان این زندگی به طرز عجیبی اولش دلچسبه ولی بعد یه مدت وحشتناک میشه. چون تقریبا شما همه چیز رو از دست میدید. همه چیز رو فدا میکنید برای رسیدن به اون نظمی که مد نظرتونه. حقیقتا میخوام بگم که پشیمون نیستم از اینکه این سبک رو شروع کردم. چون منو به خیلی از اهدافم رسوند. اما اگه برگردم عقب دیگه با این شدت و با این سماجت کار رو پیش نمیبرم.
چون ضربه اول و آخر رو خودم خوردم. 6 ماه پیش تقریبا دچار افسردگی شده بودم. افسردگی شدید. میدونید هر چی باشه ما انسانیم، ماشین که نیستیم. درسته که من حسابی پروداکتیو بودم، حسابی پربازده بودم، حسابی کارام داشت جواب میداد، اما از یه جایی به بعد دیگه بریدم. یعنی در واقع ما اینطوری طراحی نشدیم. مثل ربات‌ها با برنامه طراحی نشدیم. لازمه که یه وقتایی تفریح بریم، معاشرت کنیم، برونگرا باشیم، بریم خرید یا یه همچین چیزی. من همه اینا رو از زندگیم حذف کرده بودم. فقط نهایتاً هر چند وقت یک بار یه پیکنیکی با خانواده میرفتم و یه خریدی در صورت نیاز، یعنی اگه لباسی نیاز داشتم، اگر نمیتونستم اینترنتی خریدش بکنم، میرفتم یه چرخ توی بازار میزدم. خلاصه این که بهتون بگم اگر دنبال روتین داشتن هستید خیلی به این نکته دقت کنید. دارید چه مسیری رو میرید؟ میخواین به چه هدفی برسید؟ در واقع همه اینا باعث شد که این کانال رو بزنم. یعنی چرایی این کانال همینه. هم میخوام تجربیات خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و از بالا و پایینا و سختی‌های روتین داشتن و رشد شخصی و کلا واقعیاتش باهاتون حرف بزنم و همین که به خودم کمک کنم. یکی از بزرگترین نقطه ضعفایی که من داشتم از همون اول صحبت کردن توی جمع بود. هیچ وقت اعتماد به نفس اینو نداشتم که تو جمع صحبت کنم. در واقع شدیداً از قضاوت شدن در مورد قیافم، در مورد صدام میترسیدم و اعتماد به نفسشو نداشتم. من تصمیم گرفتم روی شخصیتم بهتر کار کنم و یکی از دلایل زدن این کانال همین بود. میدونم خیلی فرق داره که تو توی جمعی با حضور انسان‌ها سخنرانی کنی تا اینکه بخوای ویدیو بگیری و توی فضای مجازی پستش بکنی، ولی خب همه چیز پله پله قشنگه. من هم میخوام از تجربیاتم با شما صحبت کنم و هم میخوام نقطه ضعف‌های خودم رو از بین ببرم. یعنی یه جورایی به خودم کمک کنم. الان اگه 3-4 نفر اینجا نشسته باشن صحبت کردن جلوشون برام مشکلی نداره. راحت میتونم باشون ارتباط چشمی بگیرم و خودم رو پرزنت کنم. اما اگر اون 3-4 نفر تبدیل بشن 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر، اوف دیگه پاهام میلرزه، دستام میلرزه، به تته پته میافتم و اصلا حرف زدن از یادم میره. یکی از دلایل دیگه ای هم که این کانال رو زدم این بود که زندگیم هیجان خودش رو از دست داده بود و تصمیم گرفتم یه چالش جدید، یه هیجان جدید به زندگیم بدم. اونایی که کانال یوتیوب داشتن میدونن روزای اول، ویدیوهای اول، وقتی که داری اولین ویدیوهات رو انتشار میدی، منتشر میکنی، کانالت ضعیفه، هیچ کس نمیاد نگات کنه، لایکت نمیکنه، کامنت نمیذاره، اصلا هیچ کس نمیبینتت، حرفاتو گوش نمیده. یه دقیقه از ویدیو تو شاید ببینه، شاید نبینه. ولی کم کم بعد از 10 تا ویدیو، حالا خوش شانس باشی کمتر، بد شانس باشی بیشتر، کم کم ویدیوهات دیده میشه. میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینه که من بعد از 3مین کانالم که به درآمد رسید اصلا نتونستم کانال جدیدی بزنم. یعنی در واقع ترس از شروع داشتم، ترس از شکست داشتم. حسابی دارم با این کانال روی شخصیتم کار میکنم. میخوام به شما هم گزارش بدم که اصلا این کانال رو چند وقته به چه شکل تونستم مانیتایز کنم، اصلا میشه مانیتایز بشه، نمیشه، و یه جورایی هم صبرم رو به چالش بکشم، هم توانمندی هام رو افزایش بدم و هم با شما در مورد مسائل و مشکلات رشد شخصی، در مورد واقعیاتش، نه رویاهایی که وجود داره و اساتید اینستاگرامی بهتون میفروشن، صحبت کنم. 3.5 سال که توی این حوزه تقریبا فعال هستم و میتونم بگم یه سری تجربیات به دست آوردم که براتون خالی از لطف نیست که اونا رو بشنوید و ازشون شما هم کسب تجربه کنید. در واقع اگه بخوام از یه زاویه بهتر بهش نگاه کنم، من حسابی توی برنامه داشتن و روتین داشتن موفق عمل کردم. یعنی یک روز هم نمیشد که از روتینم خارج بشم. حتی وقتایی که مریض بودم هم سعی میکردم یه بخشی از روتین رو، بخشی از برنامه‌های کاریم رو تو اون روز انجام بدم. میدونید پایبند بودن به روتین خیلی قشنگه. کم جلو رفتن تو رو به اهدافت میرسونه. اما باید بدونی تو چه مسیری داری میری و به چه شکل داری پیشرفت میکنی.
آیا داری با این روش به خودت آسیب میزنی یا واقعا داری پیشرفت میکنی؟ تنها چیزی که توی این مدت واقعا یاد گرفتم اینه که واقعا تعادل داشتن بهترین چیزه. ما انسان هستیم، ربات نیستیم. لازمه که به خودمون تفریح هم بدیم. لازمه که به خودمون استراحت بدیم. لازمه که یه وقتایی وایسیم و نگاه کنیم اصلا این مسیری که اومدیم درست بوده یا نه. حالا سوالم از تو اینه که کجای مسیر هستی؟ اول مسیری؟ هنوز شروعش نکردی؟ اصلا تو فکر روتین داشتن هستی یا نه؟ یا اون وسطای کارگیر کردی؟ نه هنوز به موفقیت زیادی رسیدی، نه شکست خوردی. یا اینکه مثل من بعد از یه مدت طولانی روتین داشتن حسابی خسته و افسرده‌ای. هر کجای مسیر که هستی بدون که نه دیر شده، نه عقب موندی و نه چیزی تموم شده و تو بسیار توانمندی برای اینکه تغییرات بزرگی ایجاد بکنی. توی این مسیر سعی میکنم روش کار رو برات توضیح بدم و این مسیر رو در کنار هم یک مقدار راحت تر جلو بریم. اگر علاقه‌مند بودی کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و اگر دوست داشتی کامنت بذار. از مشکلاتت از این مسیر به هم بگو. فقط اگه میخوای انتقاد بکنی باید خدمتت عرض بکنم که هیچ کدوم از ویدیوهای قبلی من با چهره و صدای خودم گرفته نشده. این اولین ویدیو و اولین کانالیه که دارم به این شکل استارتش میزنم. پس لطف کن مهربون تر باش باهام. دوستان خیلی خوشحالم که تو این ویدیو در خدمتتون بودم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و کانالم رو دنبال کنید. خدا نگهدار.